درود به شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مجتبی رحیمی هستم، توی کانال موجکس در خدمتتونم. اگر ویدیو قبلی رو ندیدین، یعنی ویدیو اول من رو ندیدین، اول برین اون رو ببینین. توی این ویدیو قراره با هم صحبت کنیم که قراره دقیقاً چی یاد بگیریم و 0 تا 100 رو تو قالب یه لیست بهتون نشون میدم و یه جورایی برنامه‌مون رو میدونیم تکلیفمون چیه. هوا امروز خیلی خوب بود. فکر کنم تو ویدیو قبلی نگفتم، من فعلا ساکن کانادا هستم. هوا خیلی خوبه امروز و گفتم ویدیو رو بیرون رکورد کنم. اگه مقدار صدای باد میاد یا حالا صدای بچه‌ها میان دارن بازی میکنن، عذرخواهی میکنم. یه نکته رو قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم بهتون بگم. فعالیت تو بازار مالی فرق نمیکنه، هر بازاری. 2 تا آموزش رو شما نیاز دارین که یاد بگیرین، حتما باید یاد بگیرین. اولیش به صورت عملیه، باید یاد بگیرین که با ابزارا کار کنین، چه محیط متاتریده، چطوری فعالیت کنین، آقا چطوری اوردر تو ثبت میکنی، چطور میبندی پوزیشن تو و همه اینها که 0 تا 100 کامل بهتون آموزش داده میشه. قسمت دوم که خیلی خیلی مهمه و خیلی کم بهش توجه میشه، روانشناسیه. یعنی شما باید روی روانشناسی خودت و روی شخصیت خودت کار کنید، چون باید برای این بازار و فعالیت تو این بازار آماده بشی و یه سری خصوصیات رو واقعا باید تغییر بدی. اگه داریشون عجول بودن، نمیدونم اینکه عصبی بشی، نتونی خودتو کنترل کنی، حالا یا هر چی بیشتر باش آشنا میشین، اینا رو باید مثلا توی خودت از بین ببری کم کم و یه سری خصوصیات رو تقویت کنی. اگه جایی میبینی من عملی توضیح نمیدم یا قسمت عملی مطمئنا انقدر جذابه که میشین و گوشش میدین، شاید یه موقع‌هایی من حرف بزنم و شما حوصله اون حرف زدن نداشته باشیم. میخواستم زودتر بهتون بگم که همون مقدار که قسمت عملی مهمه، حتی بیشتر، خیلی خیلی بیشتر به نظر من این بازار فعالیت توش و اینکه بتونی فرد موفقی توش بشی 60% روانشناسیه و 40% فعالیت و به صورت عملی استفاده از ابزار و اقدام کردنه. پس جاهایی که حرف میزنم هم گوش بدین و خیلی بهش دقت کنین و تمرین هایی هم که میدم انجام بدین تو قسمت روانشناسی بازار، یعنی اون قسمت رو هم دقیق انجام بدین و ترکیب این روانشناسی و عملی که یاد میگیرین یه نتیجه فوق العاده میده. بیش از این وقتتون نگیرم، بریم سراغ ویدیو. دوستتون دارم. پیس. توپ بچه افتاد اینجا. Guys. Sorry. No problem. We're not going to do it in Thank you so much. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سر حال و پر انرژی باشین. مجتبی رحیمی هستم، در خدمتتونم با آموزش دوره پراکتیس اکشن. خیلی خوشحالم، ذوق دارم چون تونستم این دوره رو به سرانجام برسونم. یه خروجی خیلی خوب و مفید داد، دوره رسید به دستتون و میدونم که مفید واقع میشه. خوشحالم واسه شما چون میدونم تو مسیر موفقیت قرار گرفتی. همین که این دوره رو هزینه کردی، تهیه کردی و میخوای شروع کنی، یعنی تو دلت میخواد که پیشرفت کنی، دلت میخواد از نظر مالی، از نظر جسمی، روحی ارتقا پیدا کنی و همین یعنی تو کار درسته، به هدفت مطمئن باش میرسی. فقط همین فرمون برو جلو، تمرین کن، دوره رو چند بار ببین، تلاش کن. مطمئنا سختی داره این مسیر، اما بعد از 2-3 سال بهت قول میدم دیگه دغدغه مالی نخواهی داشت. میتونی با یه لپتاپ، با یه اینترنت کارتو ببری جلو. کارت مال خودته، آقای خودتی، درآمد دست خودته، ساعت دست خودته، ساعت کاری منظورمه. و وقتی که یه تریدر بشی، علاوه بر این که همه این مزیت‌ها رو داره و تو مسیر موفقیت قرار گرفتی، از تو این تریدر بودن یه آدم جدیدی میسازه، یه آدمی که کلاً با گذشته فرق میکنه. برای اینکه رشد میکنی، صبرت میره بالا، از نظر روانشناسی یه شخصیت خیلی آرومی پیدا میکنی، میتونی خودت رو کنترل کنی، میتونی عصبانیتت رو کنترل کنی. همه اینها لازمه برای یک تریدر و بعد از یک مدت که اینا رو تمرین کردی، وارد زندگیت میشه توی مسائل دیگه، روابطت با دیگران، زندگی شخصی. این صبر، این صبور بودن، این کنترل کردن مطمئنا به دردت میخوره و به زندگیت یه نظم خاصی میده. تریدرها آدمهای
منظمین، آدمهای قانونمندین، آدمهای صبورین، آدمهای ساکتین و توی سکوت کارشونو به درستی میبرن جلو و همه اینا باعث میشه که تو زندگی شخصی تو رشد و ارتقا پیدا بکنی و به دردت بخوره. بریم سراغ لیستی که آماده کردم. یه لیستی راجع به هر آنچه که تو این دوره قراره با هم بریم جلو و یاد بگیریم. 25 تا درسه. حالا شاید بعد از این 25 تا درس شایدم بیشتر شاید کمتر بشه. فعلا لیستی که درست کردم همینه، رو همین میرم جلو. اگه یکی دو تا درس جابجا شد ایرادی نداره، بهتون همونجا توضیح میدم. و بعد از این 25 تا درس که تموم شد هدفم اینه که یکی دو تا درس تمرین اضافه بذارم و مدل ترید خودم رو براتون بذارم، جاهایی که وارد میشم، جاهایی که از معامله خارج میشم، ستاپ های معاملاتیمو رو براتون بذارم و این خیلی به دردتون میخوره. الان فکرشو نکنید، این 25 تا درس رو که با هم بریم جلو، بعد اون 2 تا درس رو ببینید آخر، میبینید که چقدر به دردتون میخوره و چقدر مفیده. فقط بهم قول بدین که این 25 تا درس به اضافه اون یکی دو تایی که میخوام در آینده براتون بذارم رو چندین بار دوره کنین، یادداشت کنین نکاتش رو. شاید یه سری نکات رو از کنارش ساده رد بشی، ولی برای دفعه دوم سوم که دوره رو برگردی ببینی، اون نکته رو بکشی بیرون، یادداشت کنی. بعد از اینکه چند بار دیدی، برو حالا رو همون نظمی که میگم که باید چه مدت دمو کار کنی، چه مدت بک تست و فوروارد تست بگیری، با همون تمرینا برو جلو و بعد از 5-6 ماه وارد بازار مالی شو. بهت قول میدم اگه روی این خطه بری جلو، روی نظم بری جلو، شکست تو کارت نیست و موفق میشی. شکست واسه اون کسیه که آموزش نمیبینه و ماهیگیری رو یاد نمیگیره، دوست داره فقط یکی ماهی بهش بده و لذت لحظه‌ای ببره. بریم شروع کنیم. درس شماره 1، نکات ورود به بازار. هر بازار مالی که سرمایه گذاری و پولی باید بذاری تو، چه کوتاه مدت باشه چه بلند مدت، مثل همه مشاغل دیگه، مثل همه کارهای دیگه، نیاز به یه سری خصوصیات اخلاقی داره. یه سری چیز رو باید بدونی. زمانی که شما میخوای بری یه جا مشغول به کار بشی، میخوان استخدامت کنن، یکی دو تا جلسه میشینن باهات صحبت میکنن، شرایط کاری رو برات توضیح میدن. یه جا میگه نباید سر صدا کنی، یه جا میگه باید روابط اجتماعیت خیلی بالا باشه. اینا شرایطی که باید یا داشته باشی، اگه نداری و قبولت کنن، باید درون خودت به وجود بیاری با مطالعه و تمرین. ورود به بازارهای مالی، کار ندارم فارکس، ارز دیجیتال یا بورس ایران یا هر کشور دیگه‌ای، اگه بخوای توش فعالیت کنی باید یک سری نکات روانشناسی رو بدونی، خودت رو برای یک سری از اتفاقا آماده کنی و بعد واردش بشی. باید قبول داشته باشی که تو میشی یک تریدر حرفه‌ای که بعد از 6 ماه 7 ماه 1 سال، بسته به تمرینت داره این زمانه، میشینی توی نیم ساعت توی سشن نیویورک، انقدر دلار در میاری، لپتاپو خاموش میکنی، میری بهترین ماشین رو میخری، بهترین موبایل رو میخری، بهترین ویلا رو میخری، بهترین زندگی رو خواهی داشت. باید این لیاقت و شایستگی رو تو خودت به وجود بیارید و به خودت بگی که تو به همچین هدفی میرسی. باید به خودت، استراتژیت ایمان داشته باشی. یه سری نکات مالی رو، یه سری مانی منیجمنت ها منظورم، رعایت کنی. اینا همه نکات ورود به بازاره. اینا رو توی چند تا آیتم برات آوردم، حالا بیشتر با هم صحبت میکنیم. حتما اینا رو بدون مطالعه کن، جسمتو روحتو آماده کن برای این کار و بعد بشین پای سیستم و شروع کن. درس شماره 2، آشنایی با محیط متاتریدر. ما با متاتریدر 4 کار میکنیم، فرقی نمیکنه البته با متا 5. محیطش رو کامل برات خیلی ساده، اون چیزی که لازمه بدونی رو توضیح میدم. قشنگ یاد میگیری که با متاتریدر چطوری کار کنی. محیطش خیلی، محیط کاربرش خیلی سخت نیست. با هم کار میکنیم. حالا سعی میکنم تو یه جلسه اینا رو جمعش کنم، چیزهایی که لازمه بدونی رو بهت میگم. توی درس شماره 3 پیپ و لات رو بهت میگم که تو همون متاتریدر پیپ خب مطمئناً میدونین واحد تغییرات فارکس رو با پیپ نشون میدن و لات هم همون حجمیه که باهاش معامله میکنی.
به زبان خیلی ساده خیلی قشنگ برات توضیح میدم که پیپ و لات چیه. خیلی ها هستن که فعالیت میکنن توی این بازار ولی واقعا هنوز درست و حسابی نمیدونن که پیپ ولیو چیه و توی هر شاخصی باید چطور پیپ و لات رو حساب کنن. حالا این مبحث لات که توی هر معامله باید چه حجمی رو وارد کنی رو توی مانی منیجمنت کاملش میکنیم و بهت قشنگ توضیح میدم که پیپ و لات چیه و باید چی کار کنی باهاش. 4 انواع اوردر گذاریه که ما پندینگ اوردر ها رو داریم، استاپ ها و لیمیت هاست. کامل ساده با مثال بهت توضیح میدم و یاد میگیری که چجوری باید با پندینگ اوردر ها کار کنی. پندینگ اوردر ها اون سری اوردر هایی هستن که اونا رو ست میکنی و قراره بعداً فعال بشه، یعنی یه تنظیماتی رو به متا میدی، میگه اینجا بخر، اینجا بفروش، اینجا استاپم رو بذار و پا میشه از پای سیستم بلند میشی میری، سیستم خودشون کارا رو انجام میده. یعنی در واقع اوردرهای در انتظاره که خب در آینده خیلی باید ازش استفاده کنی. واسه شاید اوایل کار خیلی استفاده نشه ولی بعدنها به دردت میخوره. 5 انواع روش های تحلیل بازار. خب میدونین خیلی از شما تحلیل بازار فاندامنتال داریم، تکنیکال داریم، تکنو فاندامنتال داریم و پرایس اکشن که شخصا پرایس اکشن کار میکنم. میام همه رو برات توضیح میدم و خودت به این نتیجه برس که کدوم یکی از این روش های تحلیل بهتره و ایمن‌تره. نقاط ورود خیلی خوبی بهت میده، نقاط خروج خوبی بهت میده. تکرار میکنم باید روی استراتژیت و روش تحلیلت اعتقاد و ایمان داشته باشی و بدونی که داری مسیر درست رو میری. باز میکنیم انواع روش های تحلیل بازار رو. تصمیم گیرنده شمایید که ببینید کدوم روش بهتره. شناخت سایکل بازار. سایکل بازار به این معنیه که به هر حال بازار از چند حالت خارج نیست، یا رنج و کم نوسانه یا به صورت ترند صعودی و نزولی یا به صورت اسپایک و بریک هاست. خیلی الان بازش نمی کنم، اینجا باهاش آشنا میشیم. حمایت و مقاومت درس شماره 7 یکی از درس‌های مهمه. روش تحلیل هر چی که هست این حمایت و مقاومت و استاتیک داینامیک که پشت اینها آوردم چون این دو درس به هم مربوط میشه خیلی مهمه. تمام تصمیمات مهمی که زمان معامله میخوای بگیری، میخوای پوزیشنتو باز کنی، تو یکی از این دو حالت هستی و باید تصمیم بگیری که الان باید بای بزنی یا سل بزنی. درس شماره 9 الگوهای کندلی باز به اینها مربوط میشه. یک سری الگو وجود داره که من به شما چند مورد 4-5 تاست یاد میدم. تعداد زیادی داره با اسامی خیلی مختلف که ما با هیچ کدوم از اونا کار نداریم. خیلی گیجتون نمی کنم، چیزی رو میگم که به دردتون بخوره. یه سری شکل ها هست که تو کندل ها به وجود میاد، نشون میده که باید بای بزنی یا سل بزنی. اینجا با هم 4-5 موردش رو با شکل و تمرین کار میکنیم. درس شماره 10 معامله در روند هاست. سایکل ها رو اینجا شناختیم. اینجا میایم معامله در روند ها یا همون ترند ها رو شروع میکنیم و یاد میگیریم که توی روند ها باید چطور پوزیشن بگیریم. درس 11-12 رو حالا شاید تو یک جلسه بیارم، شاید تو 2 جلسه بیارم. راجع به کلاسیک پترن هاست و یک سری الگوها هست که توی نمودار شکل میگیره، به ما کمک میکنه که یه نقطه ورود خیلی خوب پیدا کنیم. اینا هم مثل الگوهای کندلی تعداد زیادی داره ولی 6-7 از مهماش و بهتریناش رو برای شما آوردم و اینها رو با هم ترکیب کنی. کلاسیک پترنا درس 6، 8، 9 یا مثلا 11-12 اینا رو با هم ترکیب کنی بهترین استراتژی و بهترین نقاط ورود رو بهت میده. 13 بریک اوت هاست. بریک اوت ها یا همون اسپایک ها یکی از سایکل های دیگه بازاره. بعد از ترند ها میریم بریک اوت ها رو یاد میگیریم. پول بک در راستای همین درس لازم بود که بعد از این بیارم، خیلی الان بازش نمی کنم، گیج میشیم. بعد از بریک ها پول بک ها رو یاد میگیریم و یاد میگیریم با این پول بک ها که چطور توی بریک اوت ها وارد پوزیشن بشیم. سایکل بعدی بازار رنج خیلی مهمه. پس بریک اوت ها و معامله در روند ها رو یاد گرفتیم. سایکل بعدی رنج حسابی تمرینش میکنیم و
یاد میگیریم چطور ترید کنیم توش. درس شماره 16 تست MBTI که شما رو از نظر روانشناسی آماده میکنه. کار کردن تو بازارهای مالی فقط این نیست که از نظر عملی خودتو قوی کنی، بشینی پای سیستم کارتو شروع کنی. خیلی خیلی از آدم‌هایی هستن که تکنیکال کار خوبن، پراکسکشن کار خوبن، فاندامنتال رو به خوبی میدونن، ولی بعد از گذشت 1-2 سال هنوز به درآمد مستمر نرسیدن. یعنی 3 تا معامله سود میکنن، تو یه معامله همه اون 3 تا رو میبازن. دلیلش فقط میتونه این باشه که روانشناسیشون رو آماده نکردن برای این بازار و تست MBTI رو ندادن، خودشون رو نشناختن و استراتژیشون رو بر اساس شخصیتشون نچیدن. شما استراتژی که میخوای برای خودت طراحی کنی، علاوه بر این که باید از نظر تکنیکالی بررسیش کنی، از نظر پراکسکشنی بررسیش کنی، باید یک آیتمی به اسم شخصیتت رو وارد این استراتژی بکنی و بر اساس اون استراتژی رو بسازی. اگه تو ساخت استراتژی روانشناسی تو لحاظ نکردی، استراتژی اوکی نیست و باید دوباره استراتژی تو بچینی. درس شماره 17 تمرین اسپایک، کانال، رنج، همه اینها رو اینجاها یاد گرفتیم. هیچی به جز تمرین شما رو توی این بازار قوی نمیکنه. اینجا حسابی تمرینش میکنیم این 3 تا رو. درس شماره 18 فارکس فکتوری، یه سایتیه که باید هر روز چک بشه، توش اخبارهای مهم میاد، خیلی باهاش سر و کار داریم، با ریز اخبار قشنگ بهتون توضیح میدم. درس شماره 19 مهمترین درس این لیست مانی منیجمنت، همون توضیحی که اول دادم، باید یه سری چیزها رو بدونی، یه سری چیزها رو رعایت کنی تا کال مارجین نشی و بتونی یه روند صعودی خوبی داشته باشی و پیشرفت کنی. وقتی که توی بروکرت یه حسابی رو باز میکنی، معامله میکنی، 10 تا 20 تا 30 تا معامله میکنی، میتونی بری چارت پیشرفتتو ببینی. این چارت باید صعودی باشه، با شیب خیلی ملو، نباید خیلی بالا و پایین داشته باشه. این شیب ملو همین مانی منیجمنت هست. اگه رعایتش نکنی، این نموداره انقدر بالا پایین داره، در نهایت هم کال مارجین میشی. مانی منیجمنت خیلی مهمه. توی فایل اکسل قشنگ بهت توضیح میدم، خیلی ساده. درس شماره 20 مجدد رنج ها، چون یه مقدار نسبت به اون 2 تا سخت‌تره، بیشتر آوردمش، نکته زیاد داشت، نکاتو یادداشت کنید. تو هر جلسه هم میریم توی چارت به صورت لایو با هم تمرین میکنیم. برای این میگم لایو، واسه این که چارت رو باز میکنم، همون لحظه هر چیزی که داره چارت نشون میده از همونجا شروع میکنم تحلیل میکنم، برای اینکه به شما نشون بدم بازار قبلا همین بوده، الان هم همینه، در آینده هم همین خواهد بود. پراکسکشن رو یاد بگیری همیشه میتونی از این بازار پول در بیاری و فرقی نمیکنه. نمیرم بگردم مثلا 1 ماه گذشته برات یک کلاسیک پترن پیدا کنم بگم ببین 1 ماه پیش این کلاسیک پترن پیدا شد. نه، همون لحظه برات یک کلاسیک پترن پیدا میکنم تا بهت ثابت بشه بازار تغییر نمیکنه، تو باید پیشرفت کنی و با بازار بری جلو. بعد درس 21 میکرو کانال ها فوق العاده است. بهترین استراتژی که خود من شخصا دارم همین میکرو کانال هاست. بهترین موقعیت های ورود رو بهت میده، هم برای سوینگ گیری، هم برای اینکه بخوای اسکالپ کنی. میکرو کانال ها خیلی به دردت میخوره، نیاز به تمرین زیاد داره. اسپایک ها و بریک اوت ها رو مجدد آوردم و تمرینش کردیم. اینها که میبینین برای مثلا بار چندم اومده، اینا دیگه ما توی حرف زدن و توی فایل مثلا اکسل و پاورپوینت و اینا نیستیم، مستقیم میریم توی چارت. اینا همش تمرینه که توی چارت برات یه نمودار میارم، چون میدونم بهترین چیز برای تو تمرینه. منم حسابی تمرین کردم روی چارت های مختلف، روی تایم فریم های مختلف تا چشت آشنا بشه با نمودار. درس شماره 23 دیگه ما یاد گرفتیم باید با بازار چطور بریم جلو، خرید و فروش چطور بکنیم، تیپی بگیریم، کی SL مون میخوره، استراتژی میچینیم. و اینجا دیگه زمان سیو سوده، یعنی کاشتیم و الان موقع برداشتمونه. بهت آموزش میدم که چطور اون مقداری که تو سودی رو سیو سود کنی. حالا 1-2 تا روش گفتم و خودم به توضیح دادم که از چه راهی استفاده میکنم. بر اساس استراتژی این سیو سود رو هر کدوم از راههایی که فکر میکنی مناسبه همون رو انتخاب کن و دلاری که در میاری رو سیوش کن.
چون خیلی مهمه که پولی که در میاری به خوبی سیو بشه، چون داری یه کار سخت میکنی و زمانی که سود میکنی این به عنوان یه پوان مثبت، یه برگ برنده، یه تشویق برای خودت و اینو وقتی بتونی به خوبی سیو کنی باعث میشه که روحیت قوی بشه، امید پیدا کنی و بشینی پای کار با انرژی. فرق میکنه کسی که $50 سیو میکنه با کسی که $25 سیو میکنه. اون $50 حتما حالش بهتره، حتما بهتر پیشرفت میکنه. 24 تایم آنالیز یه سایتی واردش میشیم، راجع به این تایم آنالیز حسابی صحبت میکنیم. خیلی چیز پیچیده ای نداره. سشن ها رو برات میگم که بازارها شروع به کار میکنن، سشن لندن کی باز میشه، سشن توکیو، نیویورک، همه اینا صحبت میکنیم تو اون سایت هم بهتون نشون میدم. خیلی واضحه، 2 ساعته. شاید این درس 24 واقعا 1 رو 20 دقیقه هم بیشتر طول نکشه، ولی خب لازمه که بدونی ساعت ها رو باید ترکیبش کنی این تایم آنالیزو و این سایتی که بهت میگم و حالا فعلا خیلی بازش نکنم، اسم سایت رو نیارم، و باید ترکیب کنی با این فارکس فکتوری که سر ساعت با این خبره، با علم پرایس اکشنی که داری بتونی وارد موقعیت خرید یا فروش بشی. درس شماره 25، درس آخر اختصاص دادمش به کتاب معامله‌گر منضبط مارک داگلاس که خیلی مهمه. یه سری نکات خیلی مهم و ضروری که توی این کتاب اومده و خودم کتابو چندین بار خوندم، یه سری نکات از توش کشیدم بیرون، میذارم براتون، راجبش صحبت میکنیم، تجربیاتمو میذارم در اختیارتون. کتابیه که باید هر تریدری چند بار بخونتش. حتما کتاب خودتون بگیرین، بخونین، نکته برداری کنین. و همین درس شماره 1 رو انشالله جلسه بعد شروع میکنیم. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. میخوایم با هم پله پله پیشرفت کنیم، بهتر کنیم. ایده هایی تو ذهنمه، میخوام یه تیم خوب درست کنم، میخوام چند نفر رو با خودم بکشم بالا. امیدوارم که این چند نفر انقدر تعدادشون زیاد باشه که واقعا خستگی از تنم بره بیرون. برای این دوره خیلی زحمت کشیدم، منتی هم نیست، وظیفه‌ام بوده. بهترینمو برای شما انجام دادم و گذاشتم، هر چی که میدونستم و آوردم. بعد از مدتی که واقعا انرژی گذاشتی، یه جوری بهت سود میده، خستگی از تنت میره بیرون و اینقدر انرژی و امید برای زندگی پیدا میکنی که اصلا دیدت به زندگی تغییر میکنه. امیدوارم که روزای خوبی رو با هم داشته باشیم و بهتر کنیم. به هدفت فکر کن و بهترین خودتو انجام بده. خداحافظ.